چقدر فوق‌العاده بود و چه بدن و چه استقامت درجه یکی داشت که موفق شد با فاصله تو هر رفت و برگشت از حریفاش پیش بود، حتی ثانیه عقب نیافتاد و در نهایت هم مدال طلای 200 متر قورباغه رو برای ما به دست آورد. دمش هم گرم. این دومین مدال طلا ما توی شنا بود که هر دوتاش هم همین شیرپسری که دارید چهرهش رو می‌بینید برای ما به دست آورد. محمد مهدی غلامی در دو رشته مختلف اومد و به آب زد و برای ما مدال طلا رو کسب کرد. دمش هم گرم. یه چیزی هم بگم، به محمد بیدارین عزیزم گفت اینکه یه لحظه خطر اتفاق افتاد توی اون رقابت 4 x 100 متر، سکوت می‌کنیم به احترام سرود ایران. چه روز شبی شد تا باشه از این